هدایایی را آوردیم که من یکی یکی اعلام میکنم. از طرف پدر داماد 9 کیلو و 750 گرم برنج. بابا جان دست درد نکنه. خیلی ممنون بابا جان، زحمت کشیدید. از طرف پدر عروس یک عدد روغن سرخ کردنی 1 لیتری. خیلی ممنون. از طرف مادر آقا داماد یک بسته دستمال کاغذی سلایه با جذب بالا. چقدر نیاز داشتید؟ دست شما درد. از طرف مادر عروس خانم یک ربع گوجه فرنگی. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. از طرف عموی بزرگ آقا داماد یک ربع انار. دست شما درد نکنه عمو جان. خیلی ممنون. از طرف عموی بزرگ عروس خانم یک شیشه انگور. چقدر کاربردی و خوب، دست شما درد نکنه. از طرف برادر بزرگ آقا دامادم 6 عدد موز کامل. عزیزم دست درد نکنه، جبران کنید. از طرف خواهر آقا داماد 3 تا پیاز بزرگ. این مال خوده. و اما قسمت هیجان انگیز ماجرا از طرف دایی بزرگ آقا داماد، اگه گفتیم چی؟ طلا. داییتون برای چی تو زحمت انداختین خودتونو؟ دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردین. دست گلتون درد نکنه، بزرگوارین. ان شاءالله جبران کنین. خیلی ممنون. فرمایید. نمیبینم. افتاده شاید. آقا کسی از کجا؟ کسی اینجا نباید بره بیرون ها، بزنید. با چشم غیر مسلح دیده نمیشه، برای همینه. وای چه قشنگی.